سلام و خیلی خوش اومدیم به دیگه. امروز اومدیم بهتون یاد بدیم چجوری اشرافی رایگان بگیرید از بازی پسرخوانده به صورت رایگان تضمینی 100%. همین الان فعال، راحت میتونید برید راحت دریافتش کنید. ما تو این دستی که الان قرار بازی کنیم، یعنی من در تو این دست قرار بازی کنم، بهتون یک توضیحاتی بدم در مورد که چرا پسرخوانده میاد اشرافی و اسلحه مثلا الماس و جم و سکه و خلاصه اینا رو رایگان میده. و بعد این دست شما میتونین برین و اشرافیه رو دریافت کنید بعد آموزش. اگر حوصله دیدن اینا ندارین و خودتون میدونین چطوریه، 1 دقیقه رو صفحه میاد، رو اون دقیقه برین و مثلا آموزش رو ببینید و انجام بدید. ما 2 حالت داریم که توی بازی پسرخوانده جوایز رایگان بگیریم. حالت اول اخباره که مثلا اخبار رایگان که نداره، اخبار براتون میاره و اون اخبار مثلا میگه 4 سال مثلا جواب بدین. 4 سال که جواب دادین، بعد از 1 روز یا 7 روز 7 روز کاری 4 روز کاری بهتون مثلا جایزه رو میدن. بعد یک حالت دیگه هم داریم، حالت کد جایزه. کد جایزه شدیه شما برین توی این استای پسرخوانده، اونجا کد جایزه خود پسرخوانده میذاره و مهلت هم بهتون میده. اگه برین تو موقع بزنید بدون روز کاری سری بهتون اون جایزه رو میده. بعد اخبارا هم من میتونم مثلا آموزشش خیلی ساده است. شما اول از هم یه آیدی کپی کنید که میری بهتون توضیح میدیم آیدی چطوری باید کپی کنید. بعد اونجا چند تا سوال میپرسه، مثلا میگه چند سالتونه، چه بازی به غیر از پسرخوانده بازی میکنید، یا مثلا دیگه خیلی سوال آسون دیگه، هیچی به ذهنم نمیرسه. مثلا چه مشکلایی مثلا تو پسرخوانده است که رفع بشه. همچین سوالایی میپرسه ازتون. وقتی جواب دادین بعد مینویسه چند روز کاری بهتون میده و مثلا که مثلا عکس رو میذارم براتون. مثلا مینویسه که مثلا روز بعدش مینویسه که مثلا شما جایزه دریافت کردین، میگم جایزتون که این اشرافی. الان عکسم گذاشتم، میتونید ببینید دقیق ببینید. دیگه اخبارم توضیح دادم، کد جایزه هم توضیح دادیم دیگه. هیچ راه دیگه نداره مثلا بتونه اشرافی رایگان اینا رو بگیرین دیگه. یا راه چالش هم هست که اون 100 تا جم باید بدین، یه جور رایگان حساب نمیشه که اونو باید ببرین بازیو. مثلا یک چالش بهتون بده، مثلا انتخاب بدون تکرار. یک مثلا قهرمان خودتون هست، اگه یه قهرمان دشمن برداره که تو داری، اگه اون انتخاب کنه دیگه تو نمیتونی انتخاب کنی، یا مثلا تو یه قهرمان که دشمن داره انتخاب کنه، اون دیگه نمیتونی انتخاب کنی. یا مثلا چالش های دیگه هم داره، چالش های خفن هم داره که مثلا قهرمانا که نداری تست کنی. الماس های خیلی خفن هم داره توش. مثلا تو 100 تا جم میدی، مثلا 20,000 تا سکه میگیری. سکه هم 20,000 تا هم باید تقریبا 1000 تا سکه بدی. مثلا خلاصه نمیشه توضیح بدم. اونم خوبه، به درد میخوره دیگه. همین فعلا از بازی لذت ببریم، بعدش هم بهتون آموزش میدم. هیفاکشدام مرد، هیفاکشدام کشته شد. خب اینم از بازی. بریم از بهتون توضیح بدیم. خب اخبار کجاست؟ یه آدمکی سمت چپ گوشه بالا هست که اینجاست، روش میزنید رو خبر.
الان یه خبر تازه اومده نوشته میشه چند تا سوال بپرسم. میدونیم که شما پسرخوانده رو خیلی خوب میشناسین. حالا سازنده پسرخوانده هم میخواد شما رو خیلی خوب و کامل بشناسد. واسه همین اگه 10 دقیقه وقت بذاری و یک سوالی جواب بدی خیلی خوشحال میشیم. تازه با جواب دادن سوالا یک صندوق اشرافی هم میگیری. رو همین خبر کلیک کن و سوالات جواب بده. روش که میزنید مینویسه آیدی همون پسرخوانده‌تون رو بیارین. من دیدم انجام دادم. پسرخوانده‌تون کجاست؟ برید تو پروفایلتون، این پایین اسمتون آیدی که از توش کپی میزنید، دوباره برمیگردین به خبره، روش میزنید آیدیتون رو مینویسید، سوالا رو جواب میدید، بعدش می‌نویسید چند روز کاریتون میکشه، بعدش هم مثل اون عکسی نشون دادم براتون میاره. مرسی که این ویدیو رو دیدید و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.